موی مجتبا از شهر صدرا اهل دیفش، سلام بر دوستان هم قوم هم خیش. قطع شعر سروده در وصف همسایه‌امو، به یاد کوچه‌مو و خونه‌مو مهربونیاشو. اگرچه از وطن دورم و شهر نشینم، همه افتخارم ایه که دیفشیم. یاد از قدیمی ها خونه ها همش هشتی و شلیبو، دوره مهربونی و همدلی بود. یاد از دوره خش و خاطرات قدیمی، همسایه خوب و مهربون و صمیمی. یکی از همسایه‌امو حاج امون ملتمیسی، میون خونه‌امو دواری بو میونزی. یک بلا هم دلمو از دستش نرنجی. اموزادمو همسایه‌مو آمو کرم بو، خوش اخلاق و با مرام و با کرم بود. مدیر سوختده اکبر آمورزا بود، از لطفش پر از نفت بود بشکیامو. مهربون و شوق و بزلگو بود، یادگاری از مرحوم آمورزا بود. غلام علی غیاسی تمیز و شیک و بیریا بود، با حاج عباس کوکوش و همسایه ما بود. موقع نماز مغرب و عشا که ادامه، صدای ازون اصغر فتحی ادامه. آدم خوبی بود، با همه را ادامه. شغلش بود مقنی، زحمتکش و با خدا بود، دلش پاک و خیلی با صفا بود. خالو قلمسن از تبار پاک آل کاظم، فرهنگی بود و ته مدرسه مو هم بود ناظم. پیلور بود، دوکوش بود پر از لوازم، از لباس و کفش و خوراکی هرچی که اد بود لازم. خالو قلمسن همسایه خوب ما بود، حرفاش خیلی خش و عین ضرب‌المثل بود. شیخ کوچه ما بود مرحوم شیخ عباس، ماه رمضو و روزه و صدای خش شیخ عباس. یادش بخیر چو با دار فانی، وداعش که با همسایه و اهل کوچه مو الوداعش که. یاد از حاج اصغر مرحوم بامو، دست و دلباز بود و در خونه مو همیشه باز بود. اسه همسایه ها مثل کاکا بود، صد حیف که خیلی خالیه جوشو. خدا رحمت بکد همه اموات و رفتهاتو، تندرست بی و دل تو هم خش کنار عزیزیاتو.